سلام، من کمیسر اکرم از شعبه مبارزه با جنایت‌های وزنی. به این بیمارخانه یک زنی را آوردن به شناسنامه. برای بردن او آمدم. دربارش معلومات داده میتوانید جناب؟ بیمار زنی تقریبا 30-35 ساله، موهایش زرد. او را از چاه برآوردم. فهمو. من جناب رو میبرم. اون بیمار زیر نظارت من است. نخواه. بله، من شما رو به نزدش میبرم. خسته نباشید. بیمار نیست؟ بله، خودش نیست، اما به شما مکتوب گذاشت. او شما رو انتظار. الو، او اومد. من انتظارم. این پسر کجا شد؟ اینجا خیلی خنک بوده است. جای نشستن هم نیست. دخترم بیا یگون چیز خوریم. نمیخواهم مادر. دخترم چرا این خیل میکنی؟ من رازق نکن. نخورده میشود مگر؟ بی نکات هم آمد. بخیر است خانم نباهد. فریده، ما برق هم نداریم، جای نشستن هم. ممکن است برویم؟ البته مرحمت. کمی گرم شده بعد میروم. پدرم به محله ما کشیده است. اکنون میخواد که سری مادرم رو گرم کنه. هیچ گپ نه؟ شاید در حقیقت پشیمان شده است. چه خیلی پشیمان شده است؟ آدمی پشیمان شده همی خیل میکند؟ پشیمانی او روزهای خوبی ما رو برگردانده میتواند. مادام برگشتن میخواهد مون برگردد. مگر او پدری تو نیست؟
باز اویلتون رو سرجم میکنن. اویله میگویم؟ من و امینه به مکتب میرویم، مادرم کارهای خانه رو میکنن، پدرم باشد کار کرده ما رو تامین میکند. همینطور؟ اینها افسانه ان جوره جان. تو نمیفهمی آخر. او پدرت است. پدر سایه‌اش بسنده است، یا اینکه در زیر مشت آن قهرمان حریف کار کردن بهتر است؟ آخر قرضت از کوه هم گذشته است. شاید که اومدن پدرت نجات تو باشد. از آن که پدرم همراهی ما زندگی کنه بهتر است که من سگیداری قهرمان شوم. من او را بخشیده نمیتونم. دلم بخشیده نمیتواند. سمن دلم نمیبخشد. من کار کردم مادر و خواهرم را نگاه بین میکنم. بگذار از کارهای کرده جو شرم کنم. اگر آدم بر این کار کنی خوب. آخر تو در نزد قهرمان چی کار میکنی؟ لیمو میفروشی. اشتیایم گشت سمت. من نمیخوام. اشتیای تو من میروم. احمقی نکن کنی شین. یاسی شین، من امروز چیز دیگر فرمودم. من میروم. به تو اشتیای تو. یاسی یاسی خیلی بامزه شده است. تو به این چی لابه کردی؟ کمی زیره. فهمو برای همین بامزه است. دست درد رو نبیند. خوش شود خانم. تو چرا گپ نمیزنی؟ نه من گفته بودم که از آن جوان خیری نیست، اما گوش نکردی. خانم نباهد. شرف آمده است شما رو در نزد در انتظار. شرف چرا در خانه انتظار نشدید؟ کنی زودتر گپ زن پسرم. تو افسون رو دیدی؟ دیدم. خیر شد این موضوع دیگر محکم شد. بیاد رفتیم. فریده ما میرویم. خوراکتان رو نخوردید؟ آن رو در یگان ظرفگیر و به بالایش لوا کن میبرم. چه خیال خوراک مادر؟ پسرم برای تو گفتم. من اشتهای خوردن ندارم. چون شربوی با مزه کرده است که مرده رو زنده میکنم. به خدا احوال امینه به من معقول نشد. احوالش بد است؟ حالو هم مثل پیشتره. شاید به مکتب رود بهتر شود. انشالله. خیر خدا نگهبان. شما رو هم. در این جویم. گذشته روبرویم شین. اکنون حیران شدن نوبت توست. میدونم که اینجا برایت معقول نیست، اما در دیگر جای با تو واخوردن نمیتوانم، چون که چه خیلی آدم بودنت رو از همه بهتر من میدونم. برای مرا کشتن به بیمارخانه اومدی. خواطر نشو، به پلیس خبر ندادم. نباشد برای چی جیغ زدی؟ با من بازی میکنی؟ همچون تو انسانی با فرهنگ شرطنامه میبندیم. چه خیر شرطنامه؟ پیش از همه این رو گیر. پولی که پینور به تو داده نتوانست من میدهم. حیات چقدر عجیب بوده است. به آدمی که مرا کشتن میخواست من باز پول میدهم.
این کار را چرا میکنی؟ چون که میخواهم پینور جزایش رو ببیند. تو باشی به من کمک میکنی، چون که من به تو پول میدهم. چی نقشه داری؟ اصلا این در مقابل اون بدیه که شما با من کردید چیزی نیست. در دست پینور چیزی هست که به من تعلق دارد. رویم رو باز پس میخواهم. رویت رو برگرداندن میخواهی؟ بله. میخواهم که روی پیشترش رو برقرار کنی، اما به نقصان. چه خیلی که در عکس است. پول نقض میدهم. پدر چی شد؟ خوب هستید؟ هضم کرده نمیتوانم دخترم، نمیتوانم. خیر کمتر خورد آخیر. تو مگر باری هم دیده ای که من خوراک خورده باشم و هضم کرده نتوانم؟ شاید معده‌تان بیمار شده است. من کاری شرف را هضم کرده نمیتوانم. او زنش را وقتی بیمار بودنش پرتافت تو با زنی ثروتمند خانه‌دار شد. بعد شلا خوردن بازگشته اومد. فریده دیوانه است که او را باز راه دهد. پدر با شما چی؟ این کاری اون هست. نه این رای خیلی میمانم. پدر ما نباید کردو شویم. شاید اپای فریده تو و شوهرش را دوست میدارد. نه دخترم نه. اول اینکه او دیگر شوهر فریده نیست و من میدانم که دوست نمیدارد. امروز رفته دیدم شرف از بازار خرید کرده آوردم و فریده از دستش نگرفت. دخترم او فریده رو کی فکر میکند؟ پدر ممکن یک چیز پرسم؟ پرس دخترم. چرا اینقدر غم او رو میخورید؟ جانکم مگر آنها دوستانی ما نیستند؟ فریده زیغ نشود گفتم. اپای فریده زنی با عقل است. خودش قرار برآورده میتواند. میتواند، البته میتواند. یا شما از قراری او میترسید؟ این چی معنی دارد؟ شما میترسید که اپای فریده باز به نزد شوهرش میرود. راست میگویی. به من چیه؟ به من چی داخل دارد؟ اما کمی پیشتر این خیل نمیگفتید. آسیا من میکفم باید با بیرون برایم. آن مرد در خانه بود مادر. چون این شرمندگی را ندیده بودم. من از در بر آمدم و باشد از تریزه در آمده است. آخر من بیشتر خطا کردم. در نظرم مثل ملائکه بود. پسرم خدا شاهد از اول همین خیل بود، اما این تو در دل تو جا گرفتن بوده است. نه گویا آن روزها را اثر نگذراندم مادر. آن زن را ندیدم و نمیشناسم. نه این کار با آسانی خاتمه نمی‌یابد. باید او جزایش را بیند. قریب تو را به حبس میشینم. خدا جزایش را دهد. ما سرگردان نمیشویم. ما سرگردان نمیشویم، پلیس میشود. در دست من انا این هست. چی ها میگوید مادر؟ با فکر تو فریده رو کی به هاوس تیله داد؟ افسون. مادر باز هم سفسطه میگوید. خوشدار دارد گفتم درست برآمد. انا این کارش در اینجا ثبت شده است. گیر. این راز کجا افتاد؟ گردی خانه پر از کامیرا بود. از کی باز در دست شماست؟ کی ها باز؟ این را میدونستید و پنهان کرده؟ چون که به افسون باوری نداشتم. میدونستم که کاری میکند. انا اکنون کرد و من هم این را برآوردم. مادر باوری دارید؟ چند بار تماشا کردم. خودش هم دید. وگرنه از تو جدا میشد. شما او را تهدید کردین مادر؟ یعنی با او یگانچه شاید با شما فرقی نداره؟ مگر فریده مور؟ نه البته زنده. اما ما با این دیسک انتقاممون رو میگیریم. در حبس پوسیده میرود.
یعنی همش اشکار و روشن ثبت شده است. آشکار و روشن مثل کینا شین و تماشا کن. Sana olan duyguları bir bilebilsem, anlatabilsem belki severdim. İçindeki hasretini bir duyabilsem, anlayabilsem belki benimdir. Sana sevdim diyemem, yalan 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 yalan, vallahi yalan. Sen kara sevdamsın benim, duman 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 duman, içimde tüter, içimde yanar. Ah ne yar yar, yine başımda sevdam. Ah ne yar yar, geceler kara zindan. Ah ne yar yar, bir damlacık canım kaldı, onu da sen al. Ah ne yar yar, yine başımda sevdam. Ah ne yar yar, geceler kara zindan. Ah ne yar yar, bir damlacık canım kaldı, onu da sen al. Gözlerin düştü aklıma bir bıçak gibi, ah silah gibi, cehennem gibi. Söylenmemiş türkümdün sen, unutmam seni, unutmam seni, unutamam ki. Sana sevdiğim diyemem, yalan 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 yalan, vallahi yalan. Sen kara sevdamdın benim, duman 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 duman, içimde ben hasretin yanar. Ah ne yar yar, yine başımda sevdam. Ah ne yar yar, geceler kara zindan. Ah ne yar yar, bir damlacık canım kaldı, onu da sen al. Ah ne yar yar, yine başımda sevdam. Ah ne yar yar, geceler kanasından. Ah ne yar yar, bir damlacık canım kaldı, onu da sen al. تو در کدام جهنم میگردی؟ در کجا میگردم؟ در کجا بودی؟ چیکار کردی؟ تمام شب زنگ تو رو انتظار بودم. با فکرم این کار آسان خیال کردی. مگر آن زن بیعقل است؟ از بیمارخانه گریخته رفته است. خیر در کجاست؟ در یک مهمانخانه جای گرفته است. تو از کجا فهمیدی؟ کارت چی؟ از کجایی که باشد فهمیدم و رفته او را به آن دنیا فرستاد. یعنی تمام همش حل شد؟ خواهی به سر قبرش برم دعا خوان. آخه با فکرم تو نمیفهمی. شرف از چاه برآمد. آن زن تیر خورد و اما زنده موند. پینار، تنها تو در خطر نیستی. من بالای آب و آتشم. اگر او را نمیکشتم مگر آمده آرامانه در اینجا می نشستم. بله راست میگویی. اکنون چیکار میکنیم؟ اول روی تو را درست میکنیم. من یک دکتری خوب یافتم. پول چی؟ پول؟ البته پول. اگر من نباشم تو چی میکردی؟ آن جواهرات دادت رو همچون پیش پرداخت میدیم. باقی ماندهش رو بعد جراحی. امروز برای معاینه میره. تشخیص میگذارانند. اگر همش خوب باشد پگاه جراحی میکنند. خیر شد. من باید هر چی زودتر وکالتنامه رو بکار کنم. حالا وقتی به چنین کارها مشغول شدن نیست. دقت جلب میکنی.
باوریم نمی آید. یعنی از افسون و شرف خلاص شدم. می توانم با فرزندم حیاتی نوی را آغاز کنم. خیردین در کجاست؟ خواب است. او را بردم. چی گفتن میخواهی؟ با کجا بردی؟ بردم آخر. من به تو گفته بودم که این کودک دردی سرمان می شود. تو چه خیل از من نپرسیده او را میبری؟ زود مرا به نزدش بر. به هیچ کجا نمی رویم. پینار، خانم نباهت جایی مرا دید. پلیس را از پس همان فرستاد، سرمان در بلا میماند. شرف دیشب به خانه در آمد. از کجا میدانیم که به اینجا نمی آید؟ من پسرم را میخواهم. من فکر کردم که جراحی کردن میخواهی. این طور که باشد کمی دیگر پسرت را پسمان میشوی، وگرنه تا آخری عمرت با پوست روی کشال میمانی. چرا مرا به اینجا آوردی؟ چون که اینجا برای تو بهتر است خیریدین. اینجا ایستادن نمیخواهم. با تو میروم. اما این ممکن نیست. چرا؟ تو مگر مادرم نیستی؟ نیستم. اما اون مرد گفت که تو مادرم هستی. آن مرد به تو دروغ گفته است. تو حاضر رو، من تو را زود زود خبر میگیرم. وعده میدهم. اکنون رو. خانم نباهت، شما میگویید که خانم فریده را خانم افسون به حوصله داده است، همین طور؟ بله، انا این اثباتش. این دیسک از کی باز در دست شماست؟ نیافتم. وقتی خانه رو بچین کردن برآمد. کو بینم گفتهاتون راست است. خانم نباهت، شما باوری دارید که این خانم افسون است؟ نه، باوری دارم. اما به فکر من به شما مانند است. مادر این چی است؟ پسرم دیسک رو گرفته است. پسرم فریده در نزد حفظ ایستاده بود. از پشتش اومده او رو تله کرد. فریده به حوض افتید. من خودم دیدم. شد مادر، شد. چرا به شما باور کردم؟ یعنی گرفته است. کمیسر عزیز، مرا ببخشید. بعد از واقعه های آخرین احوال مادرم آنقدر خوب نیست. آقای شرف، به فکرم شما بیماری ارثی دارید. لبی چی؟ پسری پینار برگشته است؟ مالش، من حاضر برای با او صحبت کردن می آیم. شد. شنیدید؟ کی او را آورده است؟ حاضر رفتم بفهمم. البته میگوید کودکی با عقل است. شما از کجا میدانید خانم نباهت؟ آخر کودکی 7 ساله است. خودتان گفتید. البته با عقل است. میگوید. کنی رفتی مادر وقتی کمیسر عزیز رو نگیرید؟ چی کار میکنید مادر؟ اگر ما رو هم گوید چی کار میکنیم؟ مگر آن کودک را ما دزدیدیم. افسون دزدیده از خودش جواب میدهد. دردی سری او میشود. راه کردید. یا من میایم یا اکت آمده تو را میبرد. فهمیدی دخترم؟ خودت تنها به خانه نرو. خدا نکند و باز اون سید بیناموس از پست شود. مادر، من با مکتب رفتن نمیخواهم. التماس بیایید برگردیم. در این مسئله ما گپ زده بودیم. کنی رفتیم. از مکتب، از معلمان، از همه نفرت دارم. گوش کن دخترم.
ما هم یک وقتها جوان بودیم. هرچند در زمان ما این خیلی مناسبت ها نبود، اما به هر حال میخواهم که تو رو دستگیری کنم دخترم، چون که حالا خیلی خورد هستی. شاید که تو با اون سیدی احمق دل باختی. بس کنید بس. چرا یگان تاتون مرا نمیفهمید؟ من با او هیچ مناسبتی ندارم. مایلش دخترم، من تو رو جنگ نکرده ایستادم کو. همه در جوانی خطا میکنن، مهمش خطایی رو درک کرده اصلاح شدن است. من خطایی ندارم. من خطا نکردم. به این بلا گرفتار شدم. احوالم رو بین. باز در نزد مکتب انتظار شدنم نمیرسید. یک قهرمان مرا کشته چون. خواهرت چه حال دارد؟ خوب است اکا. خیر، آن شب در کجا بوده است؟ همه جا را تگرو کردیم، ما را خیلی سرگردان کرد. همراهی یک دوگانش بوده است. دیگر از او یگان کلمه هم نشنیدیم. از چیزی سخت ترسیده است. یعنی یگان مشکلی نیست؟ نه اکا نه، شکر خدا. اما این سعید ما را بسیار ناراحت میکند اکا. باز چی شد؟ آخر او گناهی نداشته است کو؟ شما هم با چشمان خود دیدید، با گوشهای خود شنیدید. خیر اکا، اصلا آن شب یگان گناه نداشت، اما او از پس خواهرم میگردد. آخر چه خیلی آدمی نابکار بودن این سعید رو من و شما خوب میدونیم اکا. ایست در حال خلاصه بد نبرو. پسرم گوش کن. مثلا تو همراهی من کار میکنی ها؟ مگر تو آدمی بدی؟ نه. خیر، با یگان کس عاشق نمیشوی؟ میشوی؟ او هم شاید همین خیل است. اکا خواهش میکنم درباره کار گپ زنیم. این موضوع رو یک سو گذاریم. میفهمم پسرم، اکاش هستی، نمیخواهی به خواهرت ضرر رسد، اما این حقیقت حیات است. گوش کن، بیا به این سعید یک امکانات دیگر دهیم، شاید در حقیقت عاشق شده است. اکا التماس میکنم تمام درباره او گپ نزنیم. من به شما وعده داده بودم، برای همین نزدتان آمدم. درباره کار گپ زنید. وظیفه من از چی بارد است؟ یعنی به نزدم برای کار آمده ای؟ یعنی خیلی جدی؟ بله، برای کار آمدم. امشب به کار میبرای؟ شما شب دیر اومدید پدر؟ کمی دیر آمدم دخترم. چرا؟ یگان کار داشتید؟ دخترم تو هم دم بدم سوال نده. چی مقصد داری دختر جان؟ مایلش آشکار و روشن میگویم. اصلا چند وقت باز در این باره فکر میکنم. با فکرم شما هم فکر میکنید. خلاصه من اپای فریده رو به شما مناسب میدونم. نه این گپ را دیگر نگوی. چرا؟ شما مجردید و باشد به شوهر. در زیر یک بام زندگی کنیم به دست نگر؟ آخر من در این باره فکر نکردم. این طور باشد فکر کنید. آخر مکی شرفم برگشت. شما نگفتید که برای فریده غم میخورید. پیش از آنی که اپای فریده قرارش رو برورد با او صحبت کنید. دختر جانم، فریده کیست و من کی؟ شما آقای کمال، یعنی پدری من. انسانی سخاوتمند و کاردان هستید. به زنها این خیل مردهای شوخ پسندند. من همی خیل شیرین بیانم. شیرین بیان. من میدونم پدر جان. مایلش دخترم، من رفتم. تو باز دید پدر جان. کنی بیا خیردین، این امکه دست یک چیزی رو پرسیدن میخواهد. آقای مدیر اگر اجازه دهید میخواهم با خیردین تنها صحبت کنم. البته. کوشین خیردین،
اکنون همچون مرد با مرد صحبت میکنیم. تو چرا با من چنین نگاه میکنی؟ من پلیسم، آدم ها را محافظت میکنم. از کی؟ از آدمان بد؟ من خودم رو حمایت میکنم. البته میکنی، آخر تو پسری کلان شده ای. خیردین، تو از نزد آن عائله که تو را برده بود چطور جدا شدی؟ نمیدونم. یک صبح چشمانم را گشودم که در خانه دیگرم. چی خیل خانه بود؟ تو گفته میتوانی؟ خیلی کلان. حفظ هم داشت، باغچه هم داشت، درخت های زیاد. یعنی خانه بیرون از شهر بود. تو را کی به آنجا برد؟ مادرم. خیردین، به این عکس نگاه کن. مادرت همین است؟ نه، این نیست. پینار مادر تو نیست خیردین؟ نه، نام مادر من افسون است. کمیسر عزیز زنگ بزدم. آن کودک به گپ در آمده است. به همه شما گناهکارید. لبای نه، در آن خانه نیستم. من کایو از آنجا کوچیدم. چه شده است؟ مایلش میایم. چی شده است؟ چی میگوید؟ بیاید میگوید. من رفتن نمیخواهم. روی آن زن رو دیگر نبینم. مادر حالا وقتی ناز کردن نیست. بیاید زودتر رفته این مسئله رو حل کنیم. هیچ نباشد گوییم که کودک رو افسون آورده بود. همین گناه کودک دزدی برای من نمیرسید. فریده رو به شما مناسب میدونم. چرا؟ شما مجردید و باشد به شوهر. در سری یک بام زندگی کنیم به دست نگرد. این طور باشد فکر کنید. اخیر امک شرف هم برگشت. شما نگفتید که برای فریده غم میخورید. امینه، تو در اینجا چی کار میکنی؟ تو رو انتظارم. در کجای تو باشی من در همان جایم. دفشا و رفت رو نبینم. چی گپ است؟ دشمن شدیم. دستم رو سرده که حاضر با تمامی آواز داد میزنم. آخر کاری نکردم امینه. باز چی کار میکردی؟ حیاتی ما رو سوزوندی. امینه ایستا گوش کن. گوش کن، با من کار دار نشو. به این هم خودم رو به زور داشته میگردم. دیگر مرا در نزدی در انتظار نشو. وگرنه همه چیز رو به پلیس نقل میکنم. فهمم، دیگر چاره نیست. امینه، آخر هر چی شده باشد شد. بیا اکنون همش رو فراموش کنیم. حاضر که هم میآید. سری او رو هم در بلانم. هر کسی آمدنی باشد بیاید. با من فرقی ندارد. امینه، من تو رو دوست میدارم. دوست داریت اثرت ماند. امینه، عشق من گذرنده نیست. وقتی که با تو جدی هم گفته بودم دروغ نبود. به نزدیکی رفته تو رو خواستگاری میکنم. تو چی گفتی؟ از جانت سیر شده ای؟ امینه، به این انگشترین ها نگر. تو رو چقدر دوست داشتنم رو اینها میگویم. بعد از آن اویلتان هر کاری خواهد کنند. اگر خواهند مرا بکشند به من فرقی ندارد. امینه، من با تو خانه‌دار شدنیم. میخوام با تو اویله خوبی بنیاد کنم. التماس مرا از نزدت نران. اکا میوید، زودتر گریز. بخشش کمی دیر کرد. چیزی نیست؟ همش خوب است؟ نه چیزی نیست. خوب، رفتیم.
ҳамин корҳо тамом шаванд дигар асло бо ту рӯбарӯ намешавам. چرا اینطور میگویی؟ با کمک من صاحب پول کلان شدی. اکنون باید مرا طاقت کنی. این دخترش خوب است. مثل پیشنش مای زدن است آخر. این دفعه جای شاهانه‌ای برایت یافتم. و من باور کن. گویا یگان چاره دیگر دارم. خیر آماده باشی رفتیم. این زن تمام حیاتم رو گرفت. جزای از همه خوب این برگرداندن روی خودش است. میخواهم که رویش عیناً مثل پیشترش شود. خاطر نشوید. به این هم رویش وصل نشده است، یعنی مثل نقابی که در رویش کشیدند و خلاص. همین که آن را برداشتیم روی خودش میماند. چه خیلی که معلوم است به این هم وجودشان نقاب را قبول نکرده است. این خیلی خوب است. از شما یک خواهش دارم. نمیخواهم که رویش یگان داغ یا ایزی داشته باشد. عیناً مثل همین عکس شود. یعنی او را شناخته توانند. خاطر نشوید. کمی وقت میگیرد اما خواهشتان را اجرا میکنیم. خوب یا خریدین؟ خانه مادرت همینجاست. تو را به همینجا آورده بودم. بله. کودک رو هم آورده است. ما را روبرو می کند. آقای شرف، خانم نباهد شنا شوید. این پسری پینار خیردین است. به فکرم شما به این هم او را میشناسید. پسرم وقتی که ما آمدیم کودک در خانه بود و شرف در بیمارخانه بود. اون وقت خودتان میدونید کودک را او دزدیده است. خانم نباهد، از این پس بیهوده خودتان را خسته نکنید. من همش را میدانم. اما شما چندین ماه افسون گمان کرده همراه پینار زندگی کردنتان را نمیدانید، همینطور نی؟ مرحمت گذارید. حاضر دکتر می آید. چه خیل؟ معقول شد؟ به تعریف هم میارزیده است؟ چرا مرا دفعه اول به اینجا نآوردی؟ نصیب. اینها را با آسانی یافتن ناممکن است. من یک آب میگیرم. به تو یکان چیز در کار؟ نه هیچ چیز نمیخواهم. بیا زودتر این کارو به آخر رسونده رویم. به کجا میرویم؟ حالا چند تشخیص میگذرانند. دکتر آمده میفهماند. حالا همینجا باش. برای چی همه اینها رو من آخران میفهمم؟ پینار، عصبهای مرا خراب نکن. شکر کن که اینجا را یافتم. از این پس تنها یک افسون است.
خوب نگاه کن. بار آخران است که میبینی. چی دار ما نفهمیدیم، چی دار بخبر موندیم پسرم. با یک قاتل یک جا زندگی کردیم، آخر بخبر بودیم. اگر اون قاتل ما را میکشت چی میشد پسرم؟ یک لحظه آرام شوید. کم نزنید، هر قدر فکر کنم دیوانه میشوم. ایستا آرام شو پسرم. هیچ گپ نشده است، هیچ چیز نشده است پسرم. چه چیزی نشده است؟ ها؟ همسرم را پراندم، افسون را پراندم. من چطور این کارو کردم؟ بیچاره اینقدر التجا میکرد ولی من گوش نکردم. زود تاکسی را جیغ میزنم. شد پسرم. من نباید بفیگیر. با خانه 21 تاکسی فرستید. زودتر. کمیسر عزیز میگوید خودت را به دست گیر. به دست گیر. با خدمتگارها صحبت کردم، آنها هم چیزی را نفهمیدند. فریده فهمیده بود. پینار گفتم میستاد اما با گپش گوش نکردیم. که میداند در پنهانی با خانم فریده چه جبرها کرده است. برای پینار فرصت بهترین بود. یک دو بار فریده را زده بود، من دیدم. نکن دخترم گفته بودم اما خیر کاری شدگی شد. بیاید اکنون دوام کار را فکر کنیم. خدمتگاران میگویند که بعد از توی خیلی تغییر یافته بود. پیش از توی مثل ملائکه بود، بعد از توی باشد به شیطان مبدل گشت. هرچی شده باشد همان روز شد. شما روزی توی همیشه یک جایه بودید، یکان بار جدا نگشتید؟ نه، یک جایه بودیم. شرف رفت اما ما یک جایه بودیم. نه مادر، وقتی که یاسین آمد افسون بر آمده رفت. با یادتان هست جنجال کرده بودیم. بله. بعد از چند دقیقه گویا چیزی نشده باشد او آمده به میز نکاح نشست. همان وقت آمده است. راه یگانه حل این مسئله کامراهای نظارتی میهمانخانه است. که ببینیم پینار کی به صحنه برآمده است. من هم با شما میروم. مادر شما به تاکسی نشسته به خانه فریده روید. همش رو نقل کنید که با دقت باشد. حالا او در جستجو بودنش را نمیداند، شاید از شهر بیرون رفته باشد. به هر حال به خانم فریده گویید که خیلی هم با احتیاط باشد. رفته. خیر، همراهی من یک دو پلیس هم یکی ایستاده. زودتر روید مادر. مادر در کجاست؟ مادر جایش را میدونی؟ مادر با تاکسی شینید. دیگر این حالت تکرار نمی شود. خواطر نشوید، رویتان از پیشتره هم خوبتر می شود. خیر برای چی چنین شد؟ این پوست به شما موافق نآمده است. مگر جراح پیش از جراحی به شما نگفته بود؟ نمیدونم، آخر ما نپرسیدیم. حجره های ان این قسم موافقت نکرده به تمام رویتان تاثیر رسانده است. یعنی اینها میگذارند ها؟ ایزش نمیماند آخر؟ خواطر نشوید، از این پس خودتان هم باور نمی کنید.
به احوال او نگرید. اگر میدانست چه انتظار است در جایش تارس میکفید. نسبت چیزهایی که به سر من آمد این هیچ است. عادت میکند. بله، من در گپم ایستادم. پینا را به نزد آوردم. اکنون نوبت توست. از برای خدا از من نرنج. تو جراحی به آخر نرسد از من یگان تنگه هم نمیگیری. کی میدوند شاید باز رفته با پینار همکاری میکنی یا اینکه میگریزی. من از کجا دانم که از اینجا برآمده به پلیس زنگ نمیزنی؟ خواهی نخواهی هم پلیس از پست میشود. غیر از به من باور کردن دیگر علاج نداری. باشد. من میروم. صبح هنگام جراحی وا میخوریم. اینها کیستند؟ مرا مجبوری اینجا نگاه میداری؟ نه، این طور نیست. تو با آخر رسیدن جراحی مهمان ما میشوی. بعد چیکار میکنی؟ مهمانت را به دست پلیس میسپاری؟ گوش کن. اگر تو رو دستگیر کنند پینور رو هم مییابند. من دیوانه نیستم که نقشم رو زیر خطر گذارم. هیچ کس نباید از جراحی خبردار شود. نه شرف، نه پلیس و نه کسی دیگر. تو هم با این بهانه میگریزی. من به این چطور باور کنم؟ یک طرفی است. اگر به من باور نکنی پس به این گول‌ها باور کرده میتوانی. حالا شب دراز می شود روی. تو با کجا؟ با مهمان خانه. خانم افسون در مهمان خانه؟ من باشم در بیمار خانه، همینطور؟ و گفت تو هم در قصر زندگی خواهی کرد. صبر کن. چشمانتون رو از این در نکنید. شد من خوبم، تشکر. فریده اوه فریده، کاش میدونست که چی ها روی داد. بیا رفتیم در درون میفهمونم. خانم نباید چی واقعا شد؟ رفتیم در محکم کن. چی گپ است خانم نباید؟ بیبی؟ امینه در خونه است. بله در خونه است. خیلی خوب هیچ کس به بیرون نبرد. در خونه شنید. بیرون خطرناک است. چطور نفهمیدی؟ چطور؟ این افسون پینور افسون بوده است. افسون پینور بوده است. چطور ما نفهمیدیم؟ با خدا بیبی جان از خانوی شما ما هیچ چیز نفهمیدیم. همش رو باری دیگر از اول نخو کنید. پسرم همان افسونه که پدرت با او خانه دار شد که او افسون نیو پینور بوده است. رویش را جراحی کرده مثل او شده است.
پینور رویش رو جراحی پلاستیکی کرده به جای افسون آمده است. کی اومده است؟ ما چطور نفهمیدیم؟ در روز توی کمیسر عزیز همینطور میگوید. پس چرا این رو کسی نفهمید؟ چند وقت باز با او در یک خانه زندگی میکنیم. شرف چی؟ آخر او همسرش. من حس میکردم چون که از روزی توی سر کرده از همون شوهر یک دم به جنجال نبودن. آخر دخترم این زن تو رو کلا نکرده بود. چطور تو این رو نفهمیدی؟ من به این جوان ها حیران میشم. آخر به پینار هیچ مانندی نداشت مادر. داشت. من از روز اول حس کردم رویش مثل پینار نیست، اما رفتارهایش، نگاههایش مثل پینار بودند. مثل دیوانه بود. دیوانه. معلوم می شود که شما برای همین همیشه فریاد می زدید. هر دفعه او رو دیده پینور پینور گفته داد می زدید. ما باشیم تو رو بیمار فکر می کردیم. خیر حالا این زن در کجاست؟ افسون حقیقی از کجا دانم؟ اما این پینار است. شاید او را کشته در کجای گرانده است. تو را زنده نمی گذارد. او را کشته؟ از کجا می دانم؟ اما کمیسر عزیز گفت که هممون با دقت باشیم. شد دخترم، حالا چیزی معلوم نیست. خانم حالتان خوب است؟ خوبم. التماس برادر زودتر رانید. من راننده دیگر طرف شهرم. این جایها رو خوب نمیدونم. راه را به من نشان دهید. مایلش. سلام خانم. میخواهم با سردار بی‌خطری مهمانخانه واخورم. در کدام خصوص؟ باید کامیراهای بی‌خطری مهمانخانه را تفتیش کنیم. حاضر جیغ میزنم. همین خیلی راست رفتن گیرید، بعد به طرف چپ میگردید. خانم شما بیمارید؟ احوالتان خوب نمی نماید. اگر خواهید شما را به بیمارخانه برم. بسیار سوال نداده به روحتان نگاه کنید. شما سری وقت اومدید. ما هر ماه نوارها رو تازه میکنیم. آخر هفته نوارها رو تازه کردن میخواستیم. خیریه در یک جا بخت بروی امان خندید. مرحمت به این طرف. خانم کمک کنم؟ نه من خوبم تشکر. مرحمت اینجاست. شینید. تشکر. نوارها همش در اینجاست. یگان چیزی دیگر لازم است؟ نه تشکر. ما تنها نوارها را تماشا میکنیم. کو بینیم از آن صبح بزرگ شروع میکنیم. کاش وقت را همچنین به قفا برگردانده شود. اما اکنون خیلی دیر شده است. همینطور نه آقای شرف. الان خصوص برای همسرتان.
خانم با شما چی شد؟ با شما چی شد خانم؟ خانم چی بسته؟ با شما چی شد خانم؟ من رو میشنوید خانم زود دکتر رو جر زنید. خانم با شما چی شد؟ خانم زودتر دکتر رو دعوت کنید. خانم به هوش آیید. چی گپ است؟ چی قوی است؟ خانم با شما چی شد؟ خود رو با دست گیرید خانم. اینجا چی گپ است؟ یکی از مشتریهایمون از هوش رفته است. حاضر دکتر می آید. خاطر نشید همش خوب است. من رفته چای نوشم. چای نوشیدن میخواهی؟ نه تشکر. من باید روم. آرام شوید خانم. حاضر دکتر می آید. نه به من دکتر لازم نیست. لطفاً به من یک تاکسی جیغ زنید. تشکر زیاد. نه خانم افسون به مهمان خانه می آید. خانم نباهت در برش. بله اینها را من آورده بودم. کمی به پیشتاب می دهیم. یک دقیقه من این آدم رو همراهی پینار دیده بودم. معلوم می شود که یک جای نقشه کشیدند. حاضر کی بودن او را معلوم می کنیم. در دست جامدون است. یعنی لباسی عروسی را آورده است. روزی توی رو انتخاب کرده است. دیگر امکانیت نداشتند آقای شرف. وگرنه کسی به آنها باور نمیکرد. خانم یگان تاکسی خالی یافته نتوانستی. بهترش در درون نیستی. نه من اینقدر وقت ندارم. اکنون خانم پینور هم تشریف آوردند. این افسون است. اگر کمی پیشتر می آمد رو می دید. یک چند ثانیه. ببخشید یک چیز رو پرسم. شما خانم افسون رو میکوبید؟ بله. از اول میگفتید آخر خانم افسون مهمان ما هستند. دیروز یک حجره کرایه کردند. افسون بازگاید در کدام حجره می ایستد؟ آن کس بر آمدند. زودتر رونید. زودتر. ایستا نگریز. از پیش چشممون گریخته. 4883 به مرکز. 4883 به مرکز. ماشین تاکسی با رقم‌های قید دولتی HTSP 75 قید دولتی HTSP 75 را باز دارید. رفتیم آقای شرف. خانم شما سراسیمه اید؟ چرا ایستادید؟ زودتر رونید آخر. مگر نمیبینید راه بند است؟ اکنون سوختیم. اگر این راه بند باشد پس با یگان راه دیگر روید. از جایمون جنبیده نمیتوانیم خانم.